همه وقت در کارهای خیر سهمگزار باشین، بی‌طرف نباشین. دوستا، تاجیکستان با پیش. کسی که در همین کار خیر مستهم گذاشت هزار آماده باشه بی‌طرف نباشه و نصیب باشه بعد خوراک نصف روزی میریم به میدانچه به کنسرت ایدانه. کودکان روی دنیا ما رو تماشا دارن، چی تمنی داره؟ بگذار همیشه خوشبخت باشن، بگذار همیشه سالم باشن. اساس همه اون نفرانی که قدرشون کردن امروز پهلوشون هم من فکر میکنم از این دیگر خوشبختی دیده نمیشود. روز کودکان مبارک باشد. خیلی خوشحال هستیم که امروز ما در اینجا حضور داریم. امروز من بسیار خرسندم که برای خوشحالی کودکان اومدم. اولش رحمت برای منصور جان برای این خیروزها رو تشکیل دادن. این چونین اید تشکیل کردن این که هم کاری ثواب است، کاری خوب است. هزار رحمت شخصانی که در این مراسم ما سهمگذاری کردند و در اقدام باغچه ما سهمگذاری کردند. هزار رحمت همه شما دوستان. برای این چهاربینی بسیار باشکوه که منصور بسیار میناداریم.